دعوتگر در خط کی روان است؟ دعوتگر در خط روان است که در اول ازی رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت داد. تو در خط پیغمبر روان است. و باید بفهمی که وقتی من دعوت شروع کردم در راه رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم، بشی پیش خود یک ساعت فکر کن که خب این رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که دعوت شروع کرد چی سختی ها را ندید؟ آیا شخصیت من از شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم برتر است؟ سر من از سر رسول الله صلی الله علیه و سلم برتر است؟ در سر از او کت سنگ خورد، خونش جاری شد، سر ناموسش تهمت کردن. دو تا دخترش ابو لهب خیست بر دو تا بچه خود گفت که ما شما را کتتان پدرتان خدا نمیگیریم تا که دخترای پیغمبر طلاق ندید. دو تا دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ طلاق داد. دخترای شوهردار آمدن خانه پدر چی کرد؟ گفت فلان شوهرای ما را طلاق داد. دست خالی روان ما کرد. باش که قلب پیغمبر در بگیره. سر خانم رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر مومنان، مادر ما و شما عایشه صدیقه رضی الله عنها سر از این تهمت زنا را کردن. چرا؟ با که پیغمبر اینا حالا وقتی که اینی سختی ها را فهمیدی که در دعوت این تو مشکلات است، چی میکنی؟ باز متاثر نمیشی که والا بچه عمو که ما اتو گفت، بچه کاکا که اتو گفت، بیادرزاده اتو گفت، پدرم اتو گفت، مادرم اتو گفت، تمام روز زبان شکایت باز میکنی. نه، منتظر هر چیز باشه. چرا گفت که وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر علی ما اصابک. تو سر این مصیبت ها صبر بکن. این مصیبت زبانی می باشه، این مصیبت با دست می باشه، این مصیبت با قطع روابط می باشه، دیگه هیچ چیز نمیگه. اگر دعوت نکنی در هر مجلس که میشینی قرار متبور بشی، اونجا دول است، اونجا ساز است، اونجا رقص است، اونجا گناه هست، و قرار دیگه شیشتی. باز مردم میگن چی حاجی صاحب چقدر خوب آدم است، درویش و فقیریم در این گوشه دنیا، با خوب و بد خلق جهان کار نداریم. در اتاق ششیم، در اون عروسی است، در اون اتاق رقص است، در اونجا قمار است، در اونجا دخترها را میرقصانند، در اونجا زنا هست، در اونجا اختلاط است. ما دیگه با خوب و بد خلق جهان کار نداریم. او شاعر خانه خراب، الله میگه لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر. یا از حتما باید امر بالمعروف بکنی و حتما نهی عن المنکر باید بکنی. اگر نه باز عذاب الله که نازل شد از او کافر کرد. اول در فرق تو میاد. باز نه که من نماز خوان بودم، نه که من دیندار بودم، نه که من آدم خوب بودم. باز الله میگه تو منافق هستی، تو بیدین هستی. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. تنها به نماز ایمان داری، تنها به تسبیح ایمان داری، تنها به ذکر ایمان داری و تکفرون ببعض. اختلافه که گفت باز او کافر هستی، او را قبول نداری، دعوت قبول نداری. از این خاطر وقتی که فهمیدی که واصبر علی ما اصابک، منتظر هر مصیبت است. اگر به خاطر دعوت یک دشنام ببینی، در صف رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل شدی، در جمله اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل شدی. در جمله اونو کسایی داخل شدی که میگه در آخر زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اتو کسایی میگه که باز از 50 کس کردن، از 50 نفر کردن اجر از او بیشتر است. گفتن یا رسول الله 50 نفر از بین خودشان یا 50 نفر از ما؟ گفتی 50 نفر از شما. تو چه وقت میتونی که از ابوبکر که در رتبه بلند شود؟ گفت پیغمبر است و ما ینطق عن الهوا. رتبه تو از رتبه ابوبکر صدیق بلند میشه. ابوبکر، عمر، عثمان، 50 نفر از مهاجرین انصار یک جای کو رسول الله صلی الله علیه و تو بشارت میده که رتبه تو از رتبه از اونا کده بلندتر است، صرف به خاطر یک کلمه که تو به خاطر دین، یک دین حرف زشته، به خاطر که دین الله را بر مردم گفتی یا دین الله را تو تبلیغ کردی، راساندی یا نهی از منکر کردی.
این رتبه بزرگه. انسان به سادگی حاصل میکنه. باید سختی ها را ببینی، باید مشکلات را ببینی، باید بعضی از کسایی که ضد دین هستن که تو قطع رابطه بکنن، بعضی کسایی که متعصب هستن سر تو نامای غلط بانه. آیا تو از پیغمبر کده ما و تو از او کده رتبه ما؟ چطور میتونیم ما مقام ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان و علی را، مقام کل از اونها را پیدا بکنیم و مثل یک صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم شویم، در حالی که ما هیچ چیزی برای دین نکردیم. وقتی قومت به خاطر توحید تو از تو دوری کرد، تو باز اونمو شخص درستی هستی که از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی. چرا قومش به خاطر دین پیغمبره امراش قطع رابطه کردن، از خانه کشیدنشه. اگر تو را به خاطر دین کسی یک سنگ زد، باز او وقت بگو درست است. اگر کسی تو را به خاطر دین دشنام داد، باز اونجا هست که اونو حدیث در شأن تو قبول بشه. اولا اینی صحابی است. اگر نه که هیچ چیز برات مصیبت نرسید، هیچ تکلیف نرسید و هر جای برات مردم دست به سر سینه استاد بود و هیچ مصیبت به خاطر دین برات نرسید، کمونیست هم در بغل گرفته، متعصب هم در بغل گرفته، هیچ نام هم سرت گذاشته نشد، بلکه کلگی رتبه‌های بلند برات داد، باز بفهم که تو منافقت میکنی. حتما منافقت کردی. کمونیست چرا دوست داره؟ به خاطر که کمونیست با اسلوب کمونیست پیش رفتی. که سیکولر بیدین به اسلوب سیکولر پیش رفتی. امریکایی بدش نمی به خاطر از اینکه امریکایی با اسلوب امریکایی زندگی کردی. یهود بدش نمی به خاطر از اینکه در غیر از اگر تو مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم و برشان گفتی که ادعو الی الله علی بصیره، ما با بصیرت به طرف دین الله دعوت میکنم، ما به قرآن و سنت دعوت میکنم، باز سر رسول الله صلی الله علیه و سلم چندین نام ماندن. تا دیروز امین بود، حالا چی شد؟ حالا دروغگو شد، حالا جادوگر شد. لقبای را بر تو دادن. وقتی که دین حق بگویی سرت ایگه پاره میزنه. پس چرا متاثر نمیشی؟ چرا متاثر نمیشی؟ چرا خوشحال میباشی؟ به خاطر از میگی که الله رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که در آخر زمان از امت من کسایی میبرند که اجر هر کدام از او از 50 صحابی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده. اگر یکیش میگفت باید با تو افتخار میکردیم اجر یک صحابی. 50 صحابی اینا مقابل چی داده میشه؟ در صورت که به خاطر دین سختی رو ببینی، به خاطر دین بندی شوی، به خاطر توحید حتی کشته شوی، حتی خونت ریخته شد، سنگ بخوری خونایت هست از تهدید شوی به اندازه که شب تا به صبح خوابت نبره، احساس راحت نکنی در نعمت ها کل دنیا به طرفت بیایه، لکن تو به هیچ نعمت دنیا متأثر میشه. باز اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که باز بر تو اجر 50 سال داده میشن. چرا که تو در حالت فتنه خطرناک هستی که بهترین محمد طاهر من سائر الأمم محمد ضاحك للطيب. باز انسان به حالت میرسه که در زندگی میگه یا پروردگارم کاش که زیر زمین میبودم از یالت کردم، از اقرب و اقارب، از بهترین دوستاست، رفیقاست، خانواده، از نزدیکترین اشخاص چیزایی را میشنوی. یک قرآن میگه لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب والذین اشرکوا اذى کثیرا. از یهود میشنوی، از نصارا میشنوی، از مشرکین و مرتدین و از بدعتکاران. الله خو میگه و من الذین اشرکوا اذى کثیرا، بسیار
اذیت میبینی، از اون هر چیز میشنوی اون خود تحمل میکنی، حتی از نزدیکتران، از دوستترین دوستایت، صرف به خاطر چی؟ چرا سر رسول الله صلی الله علیه و سلم شکمبه شده را گنده شده گیره در سر شانش میپرتن مینداختن، صرف به خاطر از که میگفت لا اله الا الله. و ابوبکر به و بر مردم میگه شما کس را میکشین، میزین، اذیت میکنین که میگه لا اله الا الله. خیلی دشمنیتان به خاطر چی است؟ صرف دشمنی به خاطر از این است که صرف دشمنی از اینا به خاطر لا اله الا الله است، به خاطر محمد رسول الله است، به خاطر از این است که ما تعهدات خدا که با لا اله الا الله کردیم، یا الله به غیر از ذات تو به کس دیگه عبادت نمیکنیم. چی گفتیم دیگه؟ اما کردیم که کت مشرک نرفتیم، غیر الله را عبادت نکردیم، سجده به غیر الله نکردیم. گناه ما چی هست؟ به خاطر ازی به غیر از شریعت الله قوانین کفری دیگران را نپذیرفتیم، و به خاطر ازی که بر خود رهبری را به غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم اختیار نکردیم. اینمی 3 گناه اساسی هست. 3 تعهد برای یک مسلمان مؤمن در شرایط فعلی 3 گناه بسیار بزرگ است. چرا عبادت غیر الله را نمی کنی؟ چرا با مخلوق سر سجده پایین نمی کنی؟ چرا قانون کفر نمی پذیری؟ و چرا رهبریت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ آل وقتی که الله بر ما تعیین کرده رهبر ما، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما با چی رهبر و با کس دیگه نیاز نداریم که بریم بگیم ما رهبر ما فلان است. این دشمنان اسلام هدفشان چی است؟ از بین بردن نسل دعوتی اسلامی. اینمی جوانای دعوت کرد، اینمی علمای حقانی، اینمی داعیان حقیقی دین یا باید از ساحه برداشته شوند. جاگزین از یا که شوند کسایی شوند که به خاطر دنیا دین خدا بفرمایند.